سلام و درود خدا بر شما با دوستان. اومدیم با بازی دهم تیم آیپوشان استقلال، دهم که یعنی نهم تو لیگ برتر و دهم کلیش. اومدیم بازی داریم با مثل رفسنجانی که پرسپولیس رو برد همین دیروز و باعث شد که آقای خوان کارلوس اخراج بشه و به نظرم که خبر خوبیه. حالا درست مربیشون اخراج شد ولی خب خبر خوبیه براشون که این میره و این مربی بهتر میاد حداقلش. آقا استارت کار رو بزنیم. ترکیب فوله، هیچ بازیکنی رو دست نزدم و مقابل مثل رفسنجانی باز داریم که هیچ مربی ندارم. حالا هم ابتدای کارت زرد رو میگیره. کاکو لاریمی نمیدونم کیه ولی حالا بازیکن اون رو شوت میزنن به سمت دروازه، گل نشد. ونکوایی نمیدونم یه اسم عجیب غریبی. حمله سلیم جلالدین علی محمدی شوت میزنه به سمت دروازه. جلالدین علی محمدی میزنه. فلان موقعیت برای اونا بوده متاسفانه. رجاده موقعیت عالی مکینا برای امید نورافکن. اون تو موقعیت شوت زنی قرار میده. امید نورافکن توی دروازه. موقعیت مال اوناست ولی گلاش برای ماست. امید نورافکن 1-0 عالی میزنه. ضربهش رو پاس گلم از آقای مکینا. حالا جلید مشارکی با فرای فوستر ارسال میکنه تو اون تو موقعیت تک به تک دروازه قرار میده. فوستر میزنه گل دوم فوستر. مثلا چند وقتی هست که آقای اسلامی گل نمیزنه. اینجا موقعیت خوب جو بینیم من برای مکینا. اون تو موقعیت شوت زنی قرار میده. مکینا میزنه توی دروازه. گل سوم. همه بازیامون داره بالای 3 گل 4 گل میره. بازی خوب رفته و بیار و آره توی دروازه. کمک داور ویدیوی گل رو تایید میکنه. گل مکینا به نیمه اول به پایان میرسه. خط هافک تحرکش خط حمله بیشتره. رد کو بابا. شروع نیمه دوم میزنیم. تا نیمه دوم میبینیم چه نتیجه به دست میاد. حالا علی نژاد شوت میزنه. علی نژاد میزنه. گل نشد. ضربه علی نژاد. جو بیلینگام هم موقعیت داره این سمت. داداشش که عمرن بیاد ایران ولی خودش رو تونستیم بیاریم. رامین رضاییان از بازی خارج میشه و محمد حسین مرادمند به جاش میاد. حالا محمد حسین اسلامی یه کارت زرد رو میگیره. فکر کنم واسه بازی باید نداریم بهشون خیلی کارت زرد گرفت. حالا مرادی که عیسی مرادی شوت میزنه. گل نشد. ضربه عیسی مرادی که فکر کنم مصدومه. درسته؟ آقای فرشید اسماعیلی زد ترکوندش. دوستان معذرت ما مهمون داریم هی میرن میان من مجبور شدم بازی رو قطع کنم. خب الان دوباره ادامه میدیم. دقیقه 86 یه تمامه. سامان فعلا هم کارت زرد گرفت و تو چی که دیدیم فوستر مصدوم شد. درسته؟ فوستر فکرم شکستگی دست بود. چی بود؟ فوستر رو بازی نداریم. آقا سیت زدیم. خوبه تیم داره میزنه. فقط بازی علی گلگارش دیجان بده میور. خب عالی ما مهمونیم دوستان. معذرت میخوام اگه چیزی شده. تراکتور باخت. بدونم به کی باخت. تراکتور تبریز باخت که از رقیبای ما که داشت نزدیک میشد. نه باخت. مساوی کرد با همین گلگوهر مساوی کرد. پشمام. تراکتور مثل ما نباخته. و حالا زوبان اصفهان هم 19 امتیازیه و اومد بالا. یا زوبان اصفهان هم ببینیم بچه بازی جام حذفی کی داریم. بازی جام حذفی اینجاست. با فولاد داریم
مسابقه 16 اوه. خب این فصل دوم که میرسیم به اون فکر کنم. آقا بریم واسه تمرین برای بچه ها که فردا هم بازیه. سامان فلا بیا بدیم یه بنده خدا گناه داره. ملوسی بودلزی هافک همه خوب بودن امروز. امیدو بدیم. امید رافین گل زد. امیدو بدیم. حتی ایورم چند تا هافکمون هستن که تمرین بهشون ندادیم ولی بذار امید نورافکن رو بدم. ایورم آقای اسلامی آرمان رمضانی بازی بعدی با بازی کنم. چای نده بذار اسلامی بدم. آقا بذار اسلامی بدم. اینم اسلامی. محسن اسلامی. نه خسته کیا داریم؟ این مردای خسته. ملوسی بودلزی که نه انرژی داره. خود خطافک هم که همه دارن. این سمت هم اوکیه. فقط آقای چی نداره؟ آقای فوسر کلا بنده خدا شتک شد. اینجا هم یه مهاجم دیگه بذاریم. کجا بود؟ لحظه وایسید. دکتر رفتم وکیل دکتر. خب فوستر نیاز به درمان دارد. معلومه که نیاز به درمان داره خانوم. آقا اینم از فوستر که چقدر پول داریم آجی. 35 میلیون. از اون 71 هم چی داریم؟ سکه باش میگن یا الماس هرچی همون داریم. گلگوهر دوستان تو رتبه 6م جدوله. رتبهش خوبه ولی با رتبهش ندارم. بریم گلا رو. بهترین گلزن فوستر 9 گل زده. این مرد آفریقای جنوبی 9 گل زده. پاس گل جلدی ماشاریپوف 9 تا پاس گل. بهترین بازیکن ماشاریپوف 13 تا. در کل مجموع اثرگذاری رو گلا داشته. 4 تا گل 9 تا پاس گل. فوستر زد از اسلامی جلو. فوستر شد 4 تا فوستر شد 9 تا گل 2 تا پاس گل. اسلامی هم 3 تا پاس گل 7 تا گل که اسلامی هم خوبه. اسلامی هم راضیم. چند بازی برای اسلامی رو ببرم چون اوورالش هنوز پایینه کمیه از نظر من. اسپانسر هم بقا ببریم. بیا تو رو این سمتم اسپانسر تو بیا. این سمتم تو. خب دوستان امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت کامل رو برده باشید و ما فردا هم باز ویدیو داریم. گلگوهر سیجانو داریم و مثل همیشه تا درودی دیگر بدرود.